ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ ماه شوق و لذت ایمان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که هرگاه ماه رمضان فرا می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود به درستی که ماه شریف رمضان به شما آمد و آن ماه مبارک است. روزه داشتن این ماه را خداوند بر شما فرض گردانیده است. در این ماه درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته شده شیطانها با زنجیر بسته می شوند. در این ماه شب است که از 1000 شب بهتر است. شخصی که از خیر آن محروم می شود به تحقیق محروم شده است. روایت احمد و بیهقی. از مضمون حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آمدن ماه شریف رمضان مردم را آگاه می کردند. الان که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما نیستند این وظیفه به دوش علما است، چون علما وارثان پیامبر هستند. دانشمندان و علما باید از آمدن ماه شریف رمضان مردم را یادرس کرده درباره فضیلت ماه شریف رمضان و قاعده های داشتن روزه و آن چیه که روزه را می شکند آگاه کنند، چون این بر ذمه آنهاست و این چونین تشویق و ترغیب به عمل خیر کنند. در ماه رمضان شیطان ها بسته می شوند و مردم از وسوسه آنها امین می مانند تا فرصت خوب برای عبادت پیدا شود و این یک رحمت خداوند برای بندگانش در این ماه است. کسی که از خیر و نیکی های رمضان بخصوص شب قدر محروم شود پس خیری زیادی را از دست داده و زیان دیده است. پس برادر و خواهر ایمانیم دعا کنیم که خداوند ما را به ماه شریف رمضان برساند و مبارزه بردن با نفس خود را بر ما نصیب بگرداند، چون که در این ماه شیطان ها زنجیربند شده اند و یگانه دشمنی ما در این ماه این نفس خود ماست. پس مبارزه بر نفس را در این ماه فراموش نکنیم و این چنین دعا کنیم که خداوند دریافتن شب قدر را بر ما نصیب بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.